روزهای اندکی به پایان سال 1400 هجری خورشیدی باقی مانده است و اینجا در شهر مزار شریف شهروندان به پاککاری منازل و صفایی شهر می پردازند تا سال جدید را با انگیزه و امید به آینده آغاز کنند. تهیه لباس جدید و بردن ماهی و جلبی به جوانان نامزد شده از کارهایی است که بیشتر مردم به آن می پردازند. سخی مراد و صلاح الدین از باشندگان شهر مزار شریف هستند و در بخش خیاطی و ماهی پزی کار می کنند. آنان با نزدیک شدن سال نو از روند کارشان می گویند. کار ما بسیار خوب است. نزدیک سال نو است. بسیار کار ما دیگه شب و روز کار میکنیم. کار ما دیگه به حد زیاد شده دیگه. یعنی یک هفته زیادتر کمتر مونده. در سال نو کلگی دیگه خوش است دیگه. سال نو می آید. ما هم دیگه در کار خود دیگه خوش هستیم. ما ماهی جلوی این بسیار تیار میکنم. مردم نامزادارا خوشحالی میکنه، خوشی میکنه، میبره. اینمی ماهی را میشیم سوتره اخته مساله اسا جو کرده در کارتن یا پانوس میاره جو کرده براشون میتون میبره خانه خوشیشون برده مستی کرده و خوشحالی کرده میخوره و چی میکنه. این یک عنعنات دما شما از بابا کلان مونده دیگه. اینمی ما شما دیگه پیش کرد خوشحالی و سال گفته میبره ماهی جلو کیک کلچه و اینم سیب کلا میشاره میرم اگه شب میشم خوشی و مستی کرده همین تعجیل میکنم ما شما. علی احمد نیز از باشندگان مزار شریف است که از رسوم و عنعنات شهروندان در شمال کشور میگوید. مردم در هر گوشه افغانستان عنعنات و رسومشان مجزا است، فرق میکنه و خصوص در سمت شمال در مزار شریف مردم افسین جور میکنن که در روزهای اول و کسایی که مصروف هستند روزانه شبها خانه یک دوستا رفیق و اقارب و اندیوالا و خویشاوندان میرن که افسین معناش میفهمن از افسین گرفته شده اف میوه، یعنی به اصطلاح عامش یا شیخانی میکنن و دیگر لباس های نو میپوشن، دید و بازدید میکنن، احوال پرسی میکنن. با این حال مسئولان شهرداری مزار شریف هم از آمادگی ها برای پذیرایی مهمانانی که از ولایت های دیگر به این شهر سفر میکنند خبر میدهند. برنامه ما یک مشترک برنامه بود. امروز نه ما هر وقت صدا میکردیم، مردمی هم صدا میکنه میگه شهر ما خانه ما. امروز الحمدلله کالای عملی را برشان پوشیدیم که به خاطر مهمانای عزیز ما که از هر جای مهمان میای الحمدلله که شهر ما صفا باشه، عملی هم بکنیم که شهر ما خانه ما خانه همیشه صفا باشه. شهر ما الحمدلله کوشش میکنیم که ریاستای کل ریاست ولایت بلخ کوشش بکنیم که الحمدلله مشکلات یک به دیگه حل بسازیم. برگزاری مسابقات ورزش بزکشی و رفتن به دشت‌های سرسبز برای تفریح از دیگر کارهایی است که مردم آن را انجام می‌دهند.